همین گونه پاتین هست که هر یک آوازخوان، هر یک فردی که صاحبکار است باید که نمیشه رو داشته باشد با خود. همین محبوط من محکم کردم. هنگامی که فعالیت کاری که آغاز شد باز رفتم میکشایم. سرویناز یوسفی آوازخوان تاجیک یک ماه باز اجازتنامه کاری خود را قطع کرده است و این ماه از سپردن انداز که برای آوازخوان‌ها حدوداً 700 سومانی معین شده است آزاد است. سرویناز میگوید سپردن انداز دولت را خرج شهروندی خود میداند ولی بحران مالی در این ماه‌های اخیر به کیسه‌اش ضربه سخت زد و مجبور شد پتنتش را موقتاً بیکار کند. همین آوازخوان‌ها هم یک فصل دارند برای کار کردنشان، فعالیت کردنشان. البته که ما همین هنگامی که تیر ماه میشد بیشتر بودن توی معرکه ها، لیکن همین سال آنقدر حس نکردیم همین چیز رو. اگر شنیده می شود که همین بحران اقتصادی رفته ایستاده است و مردم ما و گمانم که کمتر مشکلی ها دارند. در حالی که سرویناز و دیگر صنعتکاران از تاثیر بحران مالی به درآمد آنها شکوه میکنند و برخی هم در این شرایط موقتا پتنت های خود را قطع کردند، مقامات انداز از سرکشی ستاره های استراده در پرداخت مالیات نگرانی دارند. رهبر کمیته انداز در حضور خبرنگاران گفته است اسم 90% آوازخوان‌هایی که هنرنماییشان طریق تلویزیون ها نمایش داده می شود در فهرست انداز سپارنده ها نیست. این وابستگی دارد از معرفت و فرهنگ اندازپرانی شهروندان که باید ما قانونگذار رعایت کنیم. مثلا فرض کنیم که همون آدمایی که امروز ما میگیم حافظن، سراینده، نوازنده و یا فرض کنیم که دانش دارن، معرفت باید داشته باشند. خیلی رعایت کردن کارای آوازخوانی در تاجیکستان یک ساحه سردرآمد دانسته می شود و وابسته به معیار معروفیتشان صنعتکاران پول خوبی هم به دست می آورند. با توجه به این 8 سال قبل کمیته انداز پرداخت مالیات را برای هنرمندان حتمی کرد. فرهاد زکیروف مطرب و نوازنده معروف تاجیک که استودیوی ثبت آواز خود را دارد میگوید در همین یک ماه اخیر او قریب فرمایشی از جانب یگان آوازخوان نگرفته است. در سال نو مشاهده کردم که بحران خیلی به مردم و صنعتکار خیلی تاثیر کرده است و دلیلی در آن است که هر سراینده در سال پیش برای سال نو سرودای نو تیار میکردن، 2 تا 3 تا تیار میکردن کمش ده و هر یک سرود در مثال در 3 شبکه هر سرودای نو پیشنهاد میکردن و صد افسوس در این سال نو سرودهای کنه‌اش رو میخوندن که یا در مدت یک سال 1 تا 2 تا تیار کرده بودن همون سرودهای کنه‌شون رو استفاده می‌بردن. برای ثبت یک ترانه و کلیپ زیبا و دیدنی آوازخوان‌ها در تاجیکستان تا $4000 صرف می‌کردند. وضع گروه‌های هنری دولتی هم در شرایط فعلی از آوازخوانان انفرادی بهتر نیست. این گروه آوازخوان‌ها که معمولاً در برنامه و چاره‌بینی‌های دولتی رایگان شرکت می‌کنند می‌خواهند اندازبندی آوازخوان‌ها بازبینی شود. هنرمندان ما در چاره‌بینی‌هایی که کلان فرهنگی همه یک دیوانه سرجمانا میرن خدمت میکنن، باز بعضا وقتا میشه که ما یک معرکه آمدن اینجا با ما شرطنامه بسته شده است، کمیته انداز میبیاد میگه که اینو باید انداز چقدر انداز ما اینجا شرطنامه داریم. قشر ظاهراً سردرآمد کشور از بحران و کاهش درآمدشان در حال است که بنابر اطلاع کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی توی مراسم ساکنان کشور در سال 2015 واقعاً به طور چشم‌رس کاهش یافته است. در سال جاری ساکنان کشور 106,000 جشن و معرکه گذرانیدند که در مقایسه با سال گذشته 20,000 کمتر بوده است.